روز یکم مارت سال 2024 ساعت 11:10 برخی از قسمت‌های شهر دوشنبه بدون نیروی برق ماند. ساکنان همزمان از قطع شدن آب و گرمی، علاقه موبیلی و اینترنت شکایت کردند. مقامات سبب این حادثه را هنوز شرح ندادند، ولی یک منبع از پلوس گفته است در یکی از زیرزگاه‌های نیروگاه نورک صدمه رخ داده است، ولی این خبرگزاری گفته است که معلومات این منبعش را توسط منابع دیگر هنوز تصدیق نکرده است. ولی یکی از منصوبان پایگاه خبری بامداد در مقامات حکومتی استثنا نکردند که یک بار قطع شدن هم برق و هم آب و هم گرمی در چنین یک روز سرد و پربرف میتواند عمل برقصانه هم باشد، تا که به گفته او به آبروی شهردار جوان رستم امامعلی ضربه بزنند، مخصوص در روزهای ضربه بزنند که گفتگو درباره از پرزیدنت امامعلی رحمان و پسرش رستم امامعلی سپردن کرسی رهبر اول دیگر باره زیاد شده است. درباره نبود برق روز یکم مارت از دیگر شهرهای تاجیکستان از جمله از خوجند نیز خبرها به دست رسید. مشکل برق و آب گرم در پایتخت در حالی است که روز یکم مارت حرارت هوا در دوشنبه 1 درجه سرد بود و برف می‌بارید. در همین حال خبرگزاری روسی اسپوتنیک تاجیکستان خبر داد که قطع برق در دوشنبه هنوز از ساعت 6 صبح یکم مارت آغاز یافت، ولی مقیاس بی‌برقی بعد ساعت 11:10 گسترده شد و در بسیاری از خانه‌ها شبکه گرمدهی نیز از کار برآمد. یکی از خوانندگان اسپوتنیک که ساکن محله زرافشان شهر دوشنبه بوده است نقل کرده است که از ساعت 6 صبح برق ندارند و روز 29 فوریه نیز 6 ساعت برق نداشتند. کسی که ماشین دارد در ماشین‌هایشان خود را گرم می‌کردند. نقل کرده است او یکی از خوانندگان بامداد که در محله 82 شهر دوشنبه زندگی می‌کند خبر داد که آنها نیروی برق داشتند ولی شبکه گرمدهیشان کار نمی‌کرد. بنا به آخرین خبرها انتقال برق در تاجیکستان از جمله در دوشنبه تنها بعد 3 ساعت تقریبا ساعت 14 اثر گرفت. قطع شدن انتقال برق در تاجیکستان در حالی است که اخیراً با وجود برف و بارشات و سردی فوق‌العاده قدم نامبارک لیمیت برق تا به شهرهای جمهوری از جمله تا پایتخت شهر دوشنبه نیز رسید. در دهات لیمیت برای چندین سال آخر شدیدترین هنوز از پایان ماه سپتامبر سال 2023 جاری کرده شده بود. ساکنان دوشنبه میگویند لیمیت برق زندگی آنها را در بناهای بلند آشیانه طاقت فرسا کرده، خانه‌هایشان را عملاً به یک یخدان بتونی تبدیل داده است.